از دیپلم تا دکتری، هم در ایران هم در هر کجای دنیا، با پلتفرم دکتر عباس‌التیان. www.abbasaltian.com. یکی از مهمترین و استراتژیک ترین درسایی که باید در ترم 1 به دانشجو داده بشه مقدمه بر مهندسی. خیلی از دانشگاه‌های جهان اینو دارن ها. من نمیدونم چرا 2 سال نیم مقاومت کردن تا ما این درس رو ارائه دادیم. خیلی بدیهی بود به نظرم. ولی خب از خیلی فیدبک مثبتی از دانشجوها سر این قضیه گرفتیم. اساتید خود گروه، اساتید با تجربه گروه برن و صحبت کنن. 2-3 نفر از اساتید باشن چه بهتر. هر کسی یه بخشی از رشته رو بره اونجا. هر رشته‌ای به نظرم باید اینو داشته باشه. مقدمه‌ای بر صنایع، مقدمه‌ای بر برق فکر می‌کنم داشته باشه چنین چیزی. که حالا در مورد اینکه چارت این چیه، ما خب خیلی وقت گذاشتیم سر این و یه چارتی هم درآوردیم که محتواش چی باشه. یکی از اون بحث‌های خیلی مهم دیگه‌ای که ما متأسفانه هم تو آموزش پرورش این مشکل رو داریم، ولی خب ما که ما آموزش پرورش نمیتونیم کار کنیم. ما فعلا وزارت علوم کار می‌کنیم. مهارت‌های نرم است. مهارت‌های نرم یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که در کنار مهارت‌های سخت معنا داره. مهارت سخت همون نیست که شما بلدین، نرم افزارهایی که بلدین، درسایی که می‌خونید، کتابایی که اینا مهارت‌های سختن. نرم افزار جزء مهارت‌های سخت خودشه. مهارت‌های نرم یعنی کار تیمی بکنید. یاد بگیرید مدیریت زمان داشته باشید. مشکلات شخصی شما رو کار شما تاثیر نذاره. تحت فشار بتونید با کیفیت و با راندمان بالا کار بکنید. رهبری کردن بلد باشید. فن بیان بدونید. مذاکره کردن بلد باشید. نوشتن خوب بلد باشید. من در مورد مهارت‌های نرم ویدیو تهیه کردم نزدیک 1 ساعت خورده‌ای. سرفصلاشو فقط گفتم. جا داره که یک درس 2 واحدی، حالا جزء دروس عمومی هم به نظرم میتونه باشه این حتی، ولی خب یه کارگروه جدایی باید مصوب کنیم. ولی حتی اگر جزء دروس عمومی هم قرار نگرفت، توی همین مقدمه بر مهندسی مکانیک میشه یک سوم کمه، واقعا یک درس 2 واحدی کامل باید باشه. ولی حتی یه بخشی رو میشه به دانشجو اینا رو گفت که یکم بفهمه فقط درس خوندن نیست، یک سری چیزهای دیگری هم هست که باعث میشه بعضیایی که حتی معدلشون پایینه و روابط عمومی خیلی خوبی دارن، اینا میرن و در آینده موفق‌تر میشن. اینا هم دارای اهمیت خلاصه. و این در دروس جدیدی بود که باید اضافه میشد و یه سری درس‌هایی هستش که میشه اینا رو متراکم کرد و یک سری واحدهای آزاد کرد که اون درس‌های جدیدی که اشاره کردم و جایگزین این درس‌ها کرد. مثلا یکی از مهمترین تغییراتش زبان تخصصی و زبان عمومیه. زبان تخصصی رشته مکانیک 2 واحدی است، زبان عمومی 3 واحدی میشه 5 واحد. ما اینو تبدیلش کنیم به 4 واحد، یه واحد آزاد میشه. الان یه واحد داشته باشیم و اون 4 واحد رو هم تبدیلش کنیم به 8 تا نیم واحد در هر ترم به شکل مستمر و پیوسته. اینو به دانشجو، یعنی دانشجو بدونه که هر ترم باید زبان بخونه. حالا 2 سال اول میشه عمومی، 2 سال دوم میشه تخصصی. هر ترم زبان جزء دروسش هست. زبان جزء مواردی است که به استمرار نیاز داره. یعنی این سیستمی که الان ما به شکل متمرکز داریم زبان یاد میدیم، یه 3 واحد، یه 2 واحد ندیم بهتره. یعنی 5 واحد رو داریم پرت میکنیم رسما. اما مثلا ندیم، حذف کنیم، به نظرم خیلی بهتره. ولی وقتی هر ترم باشه 8 تا نیم واحدی، یه هفته در میون 2 هفته در میون تشکیل بشه، به شکل مستمر دانشجو مجبور باشه سر کلاس بره، ترسش از کتاب انگلیسی خوندن بریزه و نمیخوایم از شکسپیر هم یاد بدیم. میخوایم دانشجو بتونه انگلیسی بخونه، بنویسه. این کارا رو بتونه انجام، خیلی هم تاثیرگذاریش بیشتر میشه و همین که یه واحد آزاد میشه اینجا. درس در ارشد هم باید چنین کاری بکنه. یعنی درس سمینار ارشد رو هم میشه شکست حداقل به یه مثلا 2 تا نیم واحدی، 2 ترم دانشجو زبان تخصصی ارشد داشته باشه و 1 واحدش سمینار باشه. تحصیلات در کلاس جهانی با پلتفرم دکتر عباس‌التیان. ارتقای مدرک دانشگاهی شاغلین و مدیران در ایران، اخذ دیپلم، کارشناسی تا دکتری. طراح مسیر مهاجرت تحصیلی جوانان برای تحصیل در برترین دانشگاه‌های دنیا، از مقطع دیپلم تا دکتری. www.abbasaltian.com